به شعر بدید اگه میشه. بله. متشکرم. استاد اولیش در مورد، میدونم جلوتره ولی یه سوال میخوام در موردش بپرسم، در مورد این موضوع. استاد الان ما اینجا رو این اوار با پاز میگیریم، اینم یه پاز یا کلا یه پاز میگیریم؟ کل کینکی که تشکیل میشه حتی ریزم باشه در مقیاس خودش اینا میتونه پاز باشه. خودشون هر کینکی که تشکیل میشه خودش یه پازه. خب اونو چه جوری میریم؟ مثلا فرض کنیم یه همچین چیزیه، اینجا یه پازیه، ولی در یه مقیاس بزرگترش دیپیش اینجاست، افلش اینجاست. قبوله؟ و این بله. اومده اینه رو گرفته، پس میگیم این از پاس خارج شد، اینه رو گرفته، بله اینجا، پس میگیم برو با اجراش برو داخل. دوباره از پاس خارج شد، بله اینو با اجرا برو داخل. هر یک از این کینکای ریز که تشکیل میشن برا خودشون یه پاس هستن در مقیاس خودشون. پس تا موقعی که اینجا مثلا قیمت سی پی میره ولی این که این گلف شد، دیگه حالا میگیم بله پاز جدید باز شده و یه همچین اتفاقی رو ما میخوایم. پس این مسیری که داره میره بالا اینا هم برا خودشون پاس هستن. بله یعنی شما الان شما فکر کنید قیمت اینجاست، درسته؟ بله بله. اینجا آر بوده اف او شده بالا، درسته؟ ما اجرا رو از بگیریم یا از این؟ این افو شده یعنی دی پی بله. بالا رو برداشته باشه. بله داخل کینگ. اگه داخل کینگ دی پی رو برداشته باشه بازم از اون اجرا نمیخوایم، از این باز دوباره همونو میخوام. جا درسته این، چون دی پی این مهمه برای ما. دی پی این ببینم این مقیاس بزرگترش دی پیش کجاست. ندیدیم خیلی وقتا این اتفاق افتاده، این اوار به اوار انجام شده و اومده حالا یه نمه بالاتر میکشیدی بهتر بود. مثلا اینجوری اومده اینجا یه اورجین به اورجینی کرده و دی پی رو برداشته اومده، ولی به محض اینکه دی پی این تا لبه این برمیگرده و فعلا ما اجرا از این نمیخوایم. همونجا درستش رو میخوایم، فقط اگه تبدیل به دیپی شده دیپیشو برداشته، معمولا این اورجین به اورجینا دیپیش اینجاست و این دو بار میخوره داخلش. یعنی یه بار داخل بوده چون این داخلی رو کاری نداریم چون فعلا دیپی این نرفته. این که دیپیش رفت این گلف شد، پس برمیگرده اینجا دوباره داخل همون دیپیه، فقط با یه تفاوتی که اینو هانت نمیکنه. آخه یه صحبتی شما در مورد این موضوع کردید، فهمید که اگر شونه چپ یکم بیاد بالاتر، ما دیگه اجرا رو از خود همون کینکی که شونه چپ رو ساخته میخوایم، درسته؟ از کل کینک اون نمیخوایم. قضیه فرق میکنه. یه لحظه خب من اونو بکشم. تو این پاز داخل نیست. بله، نه اون اینجوری بود که گفتیم اگه مثلا یه همچین کینکی ما داریم، یه همچین کینک گنده اینجا یه اورجین به اورجینی شده و قیمت اومده اینجا دیپیشو زده. خب دیپی اینو زده ولی شونه چپ داخل اینر این کینکه اتفاق افتاده، یعنی همچین حالتی این بوده. گفتیم بعد اینر این کینکه اینجاست، بزرگه رو دارم میگم، فرزن اینرش اینجاست، اینو میکشیم جلو، این برا اجراش نیست، باید بریم داخل این پازه کوچیکه که داخل اینجاست، اینر اینو در بیاریم درستره برای اجراش. یعنی اجرا اینجا که این برخورد به اینرش بوده، حالا اگه کن کن کرده باشه این گلفش کرده اینجوری و همونو خط میندازیم که این ور یه دی پی به ما بده. بعد اینکه این دی پی خورد حالا در برگشتش این، یعنی تازه داره این کار میکنه به خاطر این اتفاقی که هم شونه چپ داخل این گره بالا خورده اورجین به اورجین و این اتفاق داره اینجا میافته. این بسیار. داستان فرق میکرد با استاد من یه سوال در مورد سی پی بپرسم.
شما الان بله. فهمید که CP خودش میتونه هر کدوم از کینگ‌هاش یه دونه درسته؟ یه دونه پاز باشه، بله. خدمت شما عرض کنم که پس چجوری اگه یه دونه CP بخوره ما میگیم کل پاز بازه؟ این تا موقعی که مثلا اینجا من یه بار دیگه بکشم، اینجوری من بکشم بهتره. خب یه دونه پاس این ور داریم، یه دونه دیپی هم این ور داریم. دیپی رو پیدا کردیم، یه دونه اینر هم اینجا داریم، افتیار روش، اینجا اینگولف داریم. قیمت میاد بالا، حالا اینجا رو کار ندارم، ولی میاد بالا، از اینجا شروع میکنه به CP ساختنه. هر کدوم یک از این CP ها برا خودشون یه پاس هستن و اینجا میخوره داخل همین ناحیه. خب حالا من اینره رو اینجوری بکشم، قشنگ جور در بیاد. اینجا یه CP تشکیل شده و میدونیم که از اینر اینجا استفاده کرده و این رفته خودش رو رسونده به دیپیه. حالا یه دونه دیگه هم من بکشم فرضاً. اینجا یه همچین نایه، حالا خورد داخلش. حالا ما میریم داخل آخرین پاز. آخرین پازی که دارم اینه، باید اینر اینو در بیارم. اینرش رو که در آوردم، هلوش شونه چپمه، یه دیپی اینجاست. حالا که این اتفاق افتاد، دیپیش این گلف شد، این به معنی اینه که کل پاز CP باز شد. پس این از جایی که اومده، حالا اینم روش باشه، یه همچین اتفاقی، میگیم کل این پازه باز شد. این شد یه پاز خودش، چون کل سفارشاتش با هم رفته بالا، پس خودش تبدیل شد به یه دونه پاس. اما قبل از رسیدن به اینجا، خودشون هر کدوم جدا یه پاز بودن، ولی اینجا که اینرش ببخشید دیپیش این گلف شد، پس کل پاز باز شده. این میتونه بیاد کل پاز و مسیر رو حرکت کنه. منظور از پاز CP اینه. بشه یه دونه پاز ما کنیم تا زمانی که این گلف نشه هر کدوم یه دونه پاز هستن درسته؟ بله، هر کدوم از اینا پاس هستن. اینجا میگیم قیمت از پاس خارج شد، پس چون هنوز نرسیده به تارگت اجراشو بگیر. دوباره اینجا میگیم خارج شد، نرسیده، اجراشو بگیر. اینجا نرسیده، اجراشو بگیر. اینجا رسید، میگیم خب اینجا برخورد به جایی که انجام شد دیپی، پس اینو دیگه نگیریم، منتظر بمونیم ببینیم پاز باز میکنه یا نه. پاز CP رو باز کرد، با ریتریسش دوباره بیا، چون پاز CP بازه، پس تا اینجا پاز باز شده. بسیار عالی. استاد یه مورد پاز دارم. ما هر کینگ یه دونه پاز در نظر میگیم درسته؟ هر کینکی که تکمیل سیمیتری کنه یه دونه پاز، بله. یا اجرا برداره هم یه دونه پاز. اجرا برداره هم یه دونه پاز هستش بله، درسته؟ اینجا رو میبینیم. خب این گلف ریتریسه چون اینجا بوده، این دیپی بوده، این اومده زیرش رو زده و برخورد به این دیپیه. این همون داستانیه که گفتی، این یه دونه اورجین به اورجین داخلش اتفاق افتاده. حالا نمیشه گفت اورجین به اورجینه، چون کینک کوچیکه، ولی این ور سیمیتری این ور رو کامل کرده. و چون اینجا این گلف ریتریس داشتیم، حالا کاری نداریم، این برش داشته. قضیه CP شروع شد از اینجا. ببین حالا باید اینر اینو تا موقعی که اینجا من برم ببینم کجاست. یه کینگ دارم، خب از همین یه خط بنداز. از همین یه خط بندازم. از این ور با CP این DP بوده، این برش داشته. پس بیارم اینجا خطم تا موقعی که زیر این نخوره. این CP که اینجا بوده
دوباره یه دونه اینر میخوام دیگه. این چی رو اینگولف کرده ریتریس داده اینر رو. پس شونه چپش اینه، اولین برخورد اینه. اینو میریم جلو، میرسیم به دی پیه. درست بوده؟ آره. میرسیم به دی پی. حالا این ور چک میکنم دی پیم باز با سی پی رفته. دی پی که با سی پی رفته این ور از پازش خارج شده اومده، پس اینر دی پی رو میخوام. یه دونه اینر دی پی در بیارم که بخورم به اینجا. اینم میشه همون دی پیه و این برخورد داخل دی پی. بعد قیمت چون از اورجین اومده اینو برداشته، پس برش داشته دوباره برم سراغ دی پی بعدی. درسته؟ این مسیری که داره میاد تا موقعی که نرسه به اینجا، هر چقدر سی پی بیاد دوباره من میرم باش. ولی اینجا میبینیم وارد یه پاز جدید شد. وارد پاز جدید شد. حالا بگیم بازم اجرا رو گرفته. چرا؟ چون اینو باید بریم چپ. پس پاز جدیدش که این بوده، دیپیش کجا بوده؟ دیپیش اینجا بوده. پس یه سواب از دیپی بگیریم. این از این میرسیم به این. ببین کلا سی پی رفته این مونده برام سفارش. حالا یه خط بندازیم اینو. علت این که این با این دی پی رفته اینه، از چپه باز اجرا افتاده. حالا میتونه این اجرا بیفته ولی اینجا وارد پاز جدید شده. اینو باید چک میکردیم هرچند که ایرادی نداشته با اجرا رفته دیگه. این که مثلا اینجا این گلف هانت خارجی میخوایم و اینا نداریم. باید کل اینا چک بشه چون اینجا چرا هانت خارجی نزده؟ این گلف بوده دیگه. از چپ کل مسیری که اینجا داشتیم یه دونه اجرا اینجا که برداشته تموم شده. پس زیر این بخوره این گلفه. و چرا زیر این بخوره جا درسته اینو نمیخوایم؟ این اتفاق بیفته جا درستش رو بگم اینجا من ورود کنم، چون این دوباره برمیگرده به این دیگه. این پازشه. قفلش پس بالا سواب کنیم. هم باید از بله این بوده دیگه. این حاصل سواب. اینم این سیمتری کامل کرده خودش این ور. خب پس میرم داخل این یه دونه دی پی در میارم. دی پیش کجاست؟ بالاتره ها. این شونه چپ. حالا همینه دیگه. دی پیش یکی از ایناست. حالا من یه خط بندازم از دی پی. میتونه از این باشه میتونه از این باشه فرقی نداره. یه سواب بگیرم اینو بیام جلو و حالا خوردیم به این. مثلا خوردیم به این دوباره این ور میبینیم دیگه پازشو رفته اجرا اومده داخل اینجا چون این شده یه پاز دیگه برا من. حالا اینو نگم اینجوری برم. سفارشی این پایینا میبینید اینجا همه رفته. یه دونه کینگ مونده و اون کینکی که مونده درستره همون کینکیه که این ریتریسر روش اتفاق افتاده. اینجاست. اگه روی این کینک اتفاق میافتاد این درست بود. پس این درسته. یه جا درست داره. جا درستشو حالا همون شونه چپ بگیر. این بود. بله دیگه درسته این. حالا بیام این ور تو این مسیر اینو FDR این FDR باشه داخل اینجا رسیدم به این. پس با اینر این قراره بریم. حالا من این کینکو میدم جلو. همین کینک خوبه با اینرش جوره. حالا همون خطه است دیگه. افتاده روی همون خط. این که افتیارش بود
و این خطی که این بر میبینیم فیلیپ شده. استاد میتونم سوالم بپرسم؟ بله بله. استاد دو تا کینکی که تکمیل سیمتری کرده بودن، فرض کنیم میدونه کینک اینجا داریم تکمیل سیمتری شده، یک اینجا داریم تکمیل سیمتری شده. ما یه دونه پاز در نظر، اینو هم یه دونه پاز در نظر میگیریم، درسته؟ بله بله. آیا فاصله بین این دوتا رو پاز در نظر میگیریم؟ بله پاس در نظر میگیریم فاصله این دوتا رو. پس گفتیم چون فضای خالی داریم بین این دوتا، پس اونو با چی میریم؟ با اجراها میریم داخل. فرصت داد. الان فاصله بین این دوتا پازه دیگه. این همین دی پی اینجا، این گلف اینجا، دی پیش اینجا، اینم. پس این فاصله ای که میاد، این فاصله که میاد از دی پی، اینا رو ریتریس بلند و اینا نمیخوایم. یعنی منظور این که یه کار عجیب غریبی انجام بده. اینو فهمیدید چرا یه پاز شد؟ این تا اینجا خودش یه پازه. سی پی اومد دی پی به دی پی رفت جلو. آفرین. یه دونه اینجا داریم. خب اینو اینجوری ببینید که موقعی که این خارج شده، این باید سیمیتری کامل میکرد. موقعی که این خارج شده، اینجا باید سیمیتری کامل میکرد. میبینید اینو؟ پس مبنای کل چیزی که من دارم اینه. خیلی ممنون سجاد حالا جان. سوالات زیاده، بذار به بقیه هم وقت برسه. حالا بعداً از لحاظ مقیاسی هم میرسیم به همونجا. باید این باشه دیگه. این باید استاد دیگه. خواهشاً اگه میشه این انتقال تو دید خیلی کار اینه. سخت کنه. کدوم انتقال؟ داخل دی پی زمانی که انتقال میخوایم بگیریم، یعنی انتقال مثلا دی پی برداشته یه افتیار اومده، سفارشات داخل دی پی ببینیم سی پی پایین‌تر، بعدش میاد مثلا نه داریم. سخت نیست. ببین این دی پیه. الان انتقال کجاش سخته؟ این نه انتقال خیلی سخته، ما باید تشخیص رو چه پازی وایساده خب بریم اجرای اینو اینه. بگیریم که اینو بگیریم، بعد میایم میبینیم داخل یه همچین کینکی ساخته شده، میریم میبینیم با اینر این تقریبا جای درستی سخته رو. دیگه. باید کار کنیم دیگه. اینه. بعد بازار میاد اینجوری میکنه، ما میگیم خب این الان اینگلف شد دیگه تمامه، بعد میره کف پایینتر، در حالی که میبینیم این اصلا این انتقال درست نبود. یکشو دیروز با هم دیگه توی بیت کوین دیدیم، ما واقعا بیت کوین رو اونجا رو اینگلف داشتیم، ولی میای میبینی یه دونه سی پی آی یه جایی مونده که سفارش داخلش هست و ما اصلا درست. اگه چپ نداشته باشیم آره سخته. ولی اگه چپ داشته باشیم، ساختار بزرگترش رو ببینیم، میفهمیم که اصلا میخواد این گلفش کنه. قیمت از کجا داره به کجا میره. بیت هیچی نداره. سقف تاریخی زده. چیزی ازش نداریم که بگیم. حالا با دیتا لایوش داریم میریم یه چیز میگیم. ولی اینجا انتقاله دیگه. اینه برخورد. اینم از پاس خارج شده برگشته. بله. پس اینر اینو بگیر. اینرشو کجا میبینی؟ یکینگ اینجا دارم دیگه فقط. اینه. شونه چپش کجاست؟ اینه. دیپیش کجاست؟ اینه. پس بقیه افتیار. اینم افتیارش. پس اینا رو که رفتم این بر میبینم افتیار راند کرده خورده داخل دیپی. استاد متشکرم. خواهش میکنم. بفرمایید فراد. یادت داریم. یه لحظه من اینا رو پاک کنم که زیاد شلوغ نشه. خب جان. موقعی که از یه دی پی انتظار این گلف داریم، انتظار داریم که اینر اون کینک نگه داره قیمت، اینر کینک بالاتر، درسته؟
بله این گل معمولا برای این گلفا اینره داره کار میکنه، چون یه سفارش جا مونده جا میذاره برای فاش. خیلی کم درست. پیش میاد که یه کارایی میکنه، حالا برش میداره داخل همون قضیه اورجین به اورجین میشه که میاد برش میداره و بعدن که اف او بشه بالاتر از اون اورجینه نمیخوره، معمولا خودش تبدیل به دی پی میشه همون داخل پاز خودش. داخل فاز خودش. بله. بعد انتظار اینجا هم که فرمودید که یعنی یه پاز سی پی داریم، سی پی رفته بالا، انتظار داریم لگ سمت راست شارپ باشه. شما گفتید بعضی اوقات انتظار داریم سی پی بره بالا، بعضی اوقات انتظار داریم شارپ بره بالا موقعی که اف او انجام شد. پس اگه لگ این سمت چپ سی پی باشه، لگ سمت راست عموما شارپ میشه. یه همچین حالتی ببینید بیشتر من خودم توجه میکنم، اگه سی پی باشه آره میتونه اون ور شارپ باشه، ولی اگه ریتریسای عمیقی داشته، مثلا این اومده ریتریسای عمیقی داشته، معمولا این اتفاق افتاده، معمولا این یکی مسیر این اتفاق نمیافته، راحت تر میره، یعنی ریتریسای نسبتا کوتاهی میده و میره. مثلا برعکسش هم هست دیگه، این ور میبینی ریزه، آره اونور مثلا آره این ور سنگینه، کلا لگا برعکس همان همیشه. آره معمولا برعکس میشه. برعکس. بعد استاد ما موقعی که دیگه این گلف شارپ نداریم، اگه از دی پی مون زد بیرون انتظار سکرت داریم، چه از این گلف خارجی، چون این گلف خارجی من الان این گلف خارجی رو بیت داشتم، استاپ سنگینی هم روش خوردم، ولی این گلف خارجی شد، ولی تا این گلف نشه ما چیش نکنیم بهتره دی پی رو. چی متوجه یه دی نشدم تا خب یه دیپ بیتو دیگه بیاری بگو. به توضیح میدم استاد، اگه بیتو بیاری یه توضیح. خب این بیت چقدر دقیق جامون با هم دیگه استاد. بعد هیچ البته یکم رفت. آها اینجا یه دی پی داشتیم، اینجا بهش خورد، اینجا هم بهش خورد، ولی رفت کف داد، ولی از دی پی نزد بیرون، ولی این نزد گلف بیرون. خارجی کرد، ولی این گلف خارجی شو کرد. اینجا چون از یه پاز دیگه داره میاد، این اینره بوده، آره این این کینک اینر بوده. آره توضیح دادم جلسه قبلم، گفتم ممکنه این گلف نباشه چون اینجا پس ما این گلف رو بگیریم تا زمانی که از دی پی نزده بیرون، یعنی این گلف رو بذاریم بر مبنای اینکه دی پی کامل رد شه. نه، مشکل اینه چون چپ نداریم نمیدونیم این چیه، چون اگه چپی داشتیم میفهمیدیم این به چی خورده این چیه. خب اینو اگه این گلفش داشتیم این ور دیگه این گلفش نداشت. این اگه به تارگت نرسیده میدونستیم دیگه از این آره انتظار این گلف نداشتیم، میگفتیم این گلف نمیکنه، میره خودش به تارگت میرسونه. درست، ولی برگشتش که درست بوده، دقیق خورد داخل. این همون اینره از اولین برگشتش داخلش اینه و این خورد داخل دیگه، همون خورد استاد داخل. شما حالا اینجا رو همون اینره دارید که رفته کف زده، بعد این گلف رو تکمیل کرده رفته، این که به نظر من اختیار حالا هیچ این بالایی. بعد چرا اینجا رو نداشتید، این گلف ریتریس اینجا رو ندیدید، مستقیم از این خط انداختید؟ این گلف ریتریس کجا؟ اینجا. این کینکه. آره خب یه ساعتی دارم توضیح میدم دیگه در مورد پاز، گفتم موقعی که قیمت از پاز خارج شد دیگه به کینکای داخلی کاری نداریم که این چیه، دیگه کاری به اون ندارم. الان اومده زیر میدونم. اینو زده. اگه آره این گلف باشه دیگه کاری به اون ندارم، میرم جا درست اینو در میارم. جا درست اینم یه چیزی هلوش اینجا داره میفته.
یه چیزی هلوش اینجاها داره میگه این دیپیه. دوباره بیا سی پی کنه قیمتو. اینو در آوردم، این برا ریتریسشه. اگه چپی سرگرد میگه ندارم، سی پی اینجا این نرسیده هنوز. سرگرد میگه من میگم پشت این من بخوره. میگم این اصلا یعنی نرسیده، اینجوریشه. این میخواد تیمش کنه. نمیدونم. دیدی چی؟ مرسی. خواهش میکنم. چکرین. قربونه. ممنون جناب علیزاده. سلام استاد، وقتت بخیر. سلام قربونت، وقت شما هم بخیر. ممنون استاد. رو آوتی بودیم فکر کنم، داشتیم مثال میزدیم. لطف میکنید دوباره اونو بیارید. خب این آودی یه جایی بود 3 تا فلگ لیمیت بودن. نه فکر کنم چپ تر بود استاد. چپ. بله. یه لحظه من اینا رو بکنم. کجا بود؟ موقعیتش نمیدونم، ولی 3 تا فلگ لیمیت بودن که 3 تا سیمتری کامل کرده بودن. یه لحظه ببینم میتونم پیدا کنم. اینجا 3 تا FL بودن، هر 3 تا سیمتری کامل کرده بودن. خب دوم تایم بود نمیدونی؟ فکر کنم این 1 ساعته بود. حالا اگه دوستان یادشون باشه اونام بگن. نمیدونم، واقعا نمیدونم کجاست. چون اصلا اونو بعدا که پیدا کردم سوالمو میپرسم. اگر الان ممکنه چارت فت رو بیارید، ارز فت. آلت کوین فت بله. اینجوریه. داشتش استاد فکر کنم آره. FET. آره فت خب سادگی میشه ترم دیلیشو بدید. اینم دیلیش. لطف میکنید اینجا این لگ لیمیت رو که قیمت برگشته اینجا ببینیم تکمیل سیمتری کرده یا نه جا مونده، یه جا مونده. چون حالا حاسدزادم گفتن این انتقال سفارش یه خورده دردسره. یه لحظه اینجا تایمش رو بریم 1 ساعتش کنیم. شونه چپم که این بوده، این گفت ریتریس این، پس از اینجا بیام اینجا. این که اومده برش داشته، اینم که برداشته اینه رو. دیپیمون این نمیشه. این که سکرته اینور، پس کینکمون اینه. آره این شونه چپش این چرا این 99. برش داشته دیگه، این برش داشته، این برم برداشته. اگه برش داشته باشه پس یه جا برامون میمونه که اینه ره این. میشه من یه اینو خط
یه خط بندازم بله از اینجا، یه خط بندازم کینکشم در بیارم، همون دیپی که مد نظرمه. این میشه این انتقال سفارش اینجا رو هم لطف کنید توضیح بدید؟ اینجا بله یعنی این کینگ چجوری این برش داشت؟ خب یه لحظه، این هانتش کرده درسته، این هانتش کرده، پس این کم بوده، این هانتش کرده، این از اورجین اومده اجراشو برداشته، یه دونه اینر میخوام، این کم بوده، بالاترش این بوده، این که افتیاره، باید اینو هانت کرده باشه و خورده باشه داخل این، دقل اینجا رو زده باشه که زده. حالا این گره رفت و برگشت، آره این برش داشته، درست این برش داشته، اینم اجراش بوده از این ور، اینم اجرای همون اجرا بوده، اف او بوده، یه چیز برام مونده اینجاست. حالا اینو بدیم جلو ببینیم این چیه. من بقیه رو پاک کنم، اینو برداشته، این برداشته، یه چیز برام مونده بود که اینم درست، اینم برش داشته. درست. استاد میشه اینر این کینگ هم مشخص کنی؟ کدوم کینگ؟ همون کینگی که رفته برداشته. آها اینرش رو در بیاریم باشه. بله یه دونه اینر از اینجا، این خودش داخل این بوده، اینم اینره، یعنی اینر نه منظورم دیپیه، اینرم در میاریم، این دیپیشه، بله ببخشید اینه، این رفت و برگشت شادوه هست اینجا، درست این دیپی هست. من اینو پاک کنم، یه دونه هم اینر داره. خب این از اینجا، این اینر اینجا رو برداشته باشه، این اینر است. خب حالا داخل این اینره ریستر بشیم، خودش چیه داخل اینجا، اینه، برسیم به این، اینم اینر. حالا ممکنه افتیار رو گرفته باشم ولی این درسته، اینم زده، فقط با تفاوتی دیگه، این گلفش کرده. این ببینم این گلفه، اینجا رو ببرم که اگه این گلف باشه باید یکم تایم رو کم کنیم که داستان رو بفهمیم. بیام اینجا، از این ور این و اجراش این، آره اینو زده باشه که این گلف. یه لحظه چی شد اینو، آره دیگه حتی بالاتر هم زده. بگید چرا اونو بزن این گلفه؟ انتقال پیدا کرده بود بالا، این هم زده. این هم از هم اجرای این دی پی که اف او شده رو الان بخوایم این که اینر این گلف شده یا نه این اف الی که تکمیل سیمتری شده، این اف الی که تکمیل سیمتری شده اجرای اینم رفته، آقا همه چیش رفته. من خودم توی اف او بعدی مونده بودم، من اینو این گلف سر بردم ولی تو اف او بعدی مونده بودم کجا رو باید اف او کنم الان. درسته، اینم متاسفانه چون نداره ممکنه این اتفاق بیفته، چون این بر یه دونه سطح داریم اینه و یه دونه اینر من اینجا دارم، اینره اینه. خب داخل اینره دو تا ناحیه دارم، یه دونه که اینجا این گلف شده ریتریس، حالا من همینو
یه خط بندازم، یه دونه هم اجرا از بالا دارم که اینجاست. پس اینور اگه چک کنید این دی پیش اینجا که این رفته، دی پیش خورده، بله. یه دونه هم اجرا داریم که این دی پی است. بله. بس بیت کوین یه حال اساسی بهمون میده. اینجاست. یه لحظه همینجا میشه من یه سوال بپرسم. چرا؟ الان شما اخواین این گلف دارید اینجا، درسته؟ یه مخالف و سکرتو از این کینک میخواید یا از این کینک میخواید یا از این میخواید؟ یعنی اینو بزنه برگرده سکرت بده که رد شده، یا اجرای اینو همینو بزن. بزنه؟ خب نه، خب چرا اجرای اینو بزنه برگرده سکرت؟ ببین یه چیزم بگم ممکنه از همینجا بره بالا، چون ممکنه اصلا نرسه به اینجا، چون میگم اون ور چپ ندارم که مقیاسشو در بیارم، ولی اینجا اگه با اجرا بریم، اینو بریم اینجا، یه دونه اینر دارم، اینرم اینه، پس یه خط از اینجا بندازم که اون ور دی پی رو بهم بده. این گلف شده. یه دی پی اینجا نه، ممکنه این گلف نباشه به خاطر این پازی که اینجا هست. حالا من یه تایم کم کنم. هر چه روش گفت بکن. از دوستان شرمنده من یه لحظه چرا قطع شد؟ قطع شدم. صدام هست؟ بله استاد هست. دوستان من یه چیزی بگم به خاطر یعنی خودتون پیشرفت خودتون سوالای تحلیلی نپرسید، چون زیاد به دردتون نمیخوره. من یه روز تحلیل کردم گفتم فایده ای نداره. یعنی بیشتر مبحثایی که گفته شده سعی کنید سوالی چیزی اگه دارید، اگه تسلط دارید که هیچ، اگه واقعا مثلا بعضی جا رو نمیفهمید چجوری اینا، در مورد چیزایی که نمیدونید سوال بپرسید بهتره از نظر من. نه استاد، ما همین شد تو قبل کلاس داشتیم با بچه‌ها چک می‌کردیم دیگه، همین تهش رو گیر کرده بودیم آیا اجرا بخوایم از اون سمت چپ یا نه. توش گیر کرده بودیم، اگه نه بحث چی نیست. نه منظورم این نیست که حالا بحث تحلیل و اینا نیست. منظورم اینه برای یادگیری بیشتر اینکه سعی کنی سوالایی که لازمه، چون شاید من بعضی چیزا یادم نیست اصلا، سوالایی مطرح میشه، سوالای مهم دوره قبل که اینجوری بود، حالا نفراتش سوالای خوبی پرسیده میشد اونجا، حتی خودم داخل دوره نگفته بودم ولی سوالاشون اینجوری بود که خیلی از گره ها رو باز کرد براشون. حالا ممکنه یه چیزایی من خودم یادم نباشه، یه مطلبی چیزی اگه برید داخل چارت و سوالاتی داشتید بپرسید حتما. خب با این مقدم شما بفرمایید. استاد ممنونم. جانم. اصلا خسته نباشی. قربونت، سلامت صدای من باش. هست؟ سلامت بله باشی. بله صداتون هست. آخرای جلسه یک شماتیکی کشیدین که گفتین قیمت دی پی رو اینگولف میکنه، بعد میخواد برگرده روی جای درست افل، ولی این اتفاق نمیفته و کن کن یا اون سکرت چیز میشه، اتفاق میفته، یعنی نقص میکنه اون چیز رو، اون مقیاسی که داره. بله. و خب این خیلی تو لایو بازار سرم در میاد، یعنی هی جا درست در میارم، جا درست هی ایگنور میشه.
میخوام ببینم خب این چجوری تو لایو بازار من اینو بفهمم. آخه این تنها چیزی که ما خطکشی که دستمونه یک دیپیه که اون اینگولف باید بشه، بعدش بریم رو جای درسته. اینو تو لایو بازار در حین بازار من چجوری باید تشخیص بدم که الان میخواد این نقص بشه یا اینکه میخواد جای درستم کار کنه؟ با این گلف فقط این با این گلف در میاد. ببین اینجا من یه این گلفی دارم، گفتم سطحی که حالا اینجا خوشبختانه چیزه یه همچین چیزی، ولی گفتم سطحی که هانت میشه، فرض بر این بگیرید، این بر این، نه این که مثال خوبیه، ولی اینم خودش سکرت بوده. اینم حالا بریم سعی کن زیاد روی سکرت ها کار کنی. اینو میری چپ، میبینم بله یه پازی بوده، یه گری بوده، رد شده. چون رد شده این گلف خارجی بوده، یه دونه جا درست براش میخوام که پایینیش باشه دیگه، چون این گلف هم خارجی بوده، درسته؟ آره پس خب همینو میرسم به سکرته. وقتی این گلف رو میبینم، این سکرته رو جاشو میفهمم کجاست. و معمولا سکرته صحبت از این شد که روی سطح جعلی داره برمیگرده به سکرت. حالا من یه جا رو بیارم که اف رو نقص کرده باشه. استاد اینجا ببخشید، که سکرته مگه بعد این گلف اینر نمیاد یا نه ممکنه تو خود اینر هم دوباره بیاد رو سکرت؟ اینجا دیپی رو زده، چرا از این گلف میاد دیگه، دیپی رو زده اومده. آره. سبکانی سکرتی اینور پیدا کنیم که اینم مقیاس رو رد نکرده. بعضی جا هست که میزنه. این خوبه. یه سکرت اینجا داریم. حالا ممکنه یه حاصل شکست ما برسیم به همچین ناحیه‌ای، درست میگم، یا فوقش بگیم این نیست اینه. درسته؟ درست، بله. خب این ور میبینیم، میایم میبینیم بله این خورده داخل دیپیه. میگیم خب این خورده دیگه داره ریتریس میده، یهویی این بلا سر دقیقاً. میاد. آره خب اینو باید از طرف این گلف بفهمیم که وقتی اینجا یه این گلفی همیشه دارم، این اتفاق نمیفته. یعنی اینجوری نیست که ما بگیم مثلا اینو بکنم یه تیپس که همیشه این گلف اتفاق داشته میفته. نه اگه سکرت بده همیشه این اتفاق میفته، فقط بعضی وقتا سکرت جاش اینجاست و پازو داره، یعنی این کینکو داره باهاش، پس میگی بله چون جای سکرت اینجاست پس همینجا درسته کار میکنه، وگرنه همیشه این اتفاق میفته. حالا اینو میرم چپ ببینم حالا کدوم یک از اینا دیپیمه. خب همینه. این گلف چی بوده اینجا؟ داخلی بوده دیگه، داخل اینجا. یا میتونی بگی خارجی بوده، خارج از این. ولی دیپی اصلی این. اگه بری چپ دیپیشو میبینی اینجا، انتقال جایی که سفارش رو زده این گلفش کرده همین بود. پس همینو من میام اینجا یه خط میندازم جا درستشو. جا درست این تقریبا با شونه چپ این دوتا رو بندازم دیگه. اینجاست. اینو میرم ببینم چه مسیری بهم نشون میده. این چی شدی؟ این چون اینجا جا درسته این. حالا این خطم از این شونه چپ میندازم. ببین هر دوتا خط که انداختم، هر دوتاشون داره یه دیپی بهم نشون میده که میگه اینه. درسته. پس قرار قیمت تا اینجا نفوذ کنه. بعضی جاها از FL داره، مثل همین مثال قبلی که مثال زدیم. حالا بریم مثلا یه چند جای دیگه در بیاریم.
اینم سکرته، فقط حالا اینم بریم میبرم نهایت. ببین این ورم اف ال نداریم، این که اومده مثلا اینجوری میبینیم دیگه، در نهایت میگیم خب این اومده زیرش خورده، درسته؟ اینجا یه جای درست خوبی داره، بعد خب اون نشد، اجرای این خوبه، درسته؟ بله بله. ولی اینجا رو ببریم کینکش رو پیدا کنیم. یه لحظه M5 رو بیارم، M1 کینکی ندارم اینور، فقط دیپی شو دارم. این دیپیشه دیگه، درسته؟ این دیپی اینه. درسته بله. خب پس یه همچین چیزی تصور کن، از بالا که اومده این دیپی بوده، این باید سیمیتری کامل میکرد که نکرده، درسته؟ بله پس این گلفه داخلیه، داخل دیپی انجام شده دیگه، درسته؟ داخل بوده یا خارجی بوده؟ نگاه نکردم این گلف و یادم رفت، داخلیه یا خارجی بود؟ استاد داخلیه دیگه، خط این گلفتون. اینه خط این گلفم، مطمئنی؟ نه، فکر کنم اون جای سکرتتون بود. نه جای سکرت هم اونجا نیست. یه لحظه این گلف رو چک کنم بعد بیام. خارجی بود. خط این گلفم رو نذاشتم که. اینجاست. چرا اینه دیگه، همونه. این خط این گلفم. حالا ببریم اینو بریم داخل. خب این گلفم چیه؟ داخلیه، داخل دیپیه دیگه، درسته؟ این دیپی بوده، یه این گلف داخلی داشته. باید از کجا خط بندازم؟ خودت بنداز. باید از اینرش بندازیم چون داخلی بوده. خب اینرش کجاست؟ م، اینرش باید یه چیزی پایین تر از این باشه. یه خط بنداز خودت ببینم کجا رو میبینی، بعد من میندازم. الان بندازید دوستان خط. اگه اینر چی الان استاد؟ اینر الان نمیدونم کدوم اینر، فقط میدونم اینجا یه این گلفی دارم، میخوام سکرتش رو پیدا کنم که کجا میخوره. استاد تایم پایین بدید بگیم بهتون. پایین دیگه، 5 M5، اینم M1، پیمون اون کوچیک است اینم M1. خب این گلف کجاست؟ دیپی بوده. این گلف، آره این بله گلف داخلی دیپی بوده، یک اینر از بوده. دیپی باید درش بیاریم، از دیپی درش آورد. من ندیدم از دیپی نه مثلا این پازش دیپی. پازش پس تشکیل نشده، مشخص. اینه پازش مشخصه. بله این گلف داخلیه. حالا من میخوام از آرس بالاش خط بندازم. آفرین، کی این خطو کشید؟ همون الان کل این دیپیه. اینه دیگه. بله بله کل این، چون این بر نداریم سیمیتری رو. یه دیگه ناش اینو. سیمیتری اینجوریه دیگه، کامل نکرده دوستان. الان این گلفم داخلیه، از اینر این باید خط بندازم. یه دونه اینر این داره که چون این ور ندارمش، از اینر این دارم میندازم. اینره مگه این نیست؟ این کینکه آه آره این میشه. اینه دیگه. آفرین، همونه همونه. پس از اینجا خط میندازم، اون ور برسم به، حالا از اینجا بندازم اون ور برسم به دیپی. چی شد؟ یه لحظه اینجا. پس بریم 1 ساعته. کجا بودیم؟
اون بوده دیگه، درسته؟ اینه. درسته بله. از جای سکرتش اینجا بوده. حالا اینجا هم هست یه دونه کینگ باید باشه که داخلش برخورد کرده. من تایم M5 رو بیارم که کینگش هم مشخص کنیم. M5 هم نداره، کینگی نداره اینجا. M1 اگه بده خب پیداش تو M1 هست کینگش اینه، اینجا هم اینه دیگه، کینگ اینه. حالا میریم اینجا، اینو میدیم جلو، پس اینجا ناحیه سکرتمه. اینم ناحیه سکرت اینه. این بود یا اینه؟ این نه، این گلفه بود، اینم سکرت این قسمت خط آخر. اینه بله. آره اینه، اینم ناحیه سکرت. حالا بریم خودتون یکم خط بندازید، یه دونه دیگه پیدا کنیم. کرده باشه. اینا رو من پاک کنم، پاکشون کنیم، بعد یه دونه بریم پایین تر. اینم همونه، درسته. اینجا کنکن شده، درسته. این مشخصه دیگه، بله از همینجا بندازم خطش. این کینک از دیگه یه آرسی باید داخل این رد شده کینکه، یه آرسی باید اینجا باشه که این گرفتتش. پس مقیاسش اینجا رد دوباره چی شده؟ نقص شده. چون نهایتا من از این سواب میگرفتم، یه فعل اینجا بود دیگه، میرفتم اینجا، درست. یه همچین اتفاقی افتاده. دوباره بریم، اگه سوالی از بپرسید دوستان، من همینجوری دارم، چون سوالی نبود داریم سکرت. سوال دیگه دارم. اینو رفتیم جانم. توی آخرای کلاس رفتیم توی تیک چارت پوند، فکر میکنم 15 ثانیه بود گفتی. مهدی جان بعد ببخشید. جان ببخشید اجازه بدیم من وقت باش دادم. اوکی هستن چشم آخر ببخش. کلاس بهتون وقت میدم، ببخشید. این گانینی بفرم. سلام مصطفی، خسته نباشید. سلام، منم قربون سلامت باش. در مورد پوند شما آخر سر دیپی رو از دهانه گرفتین، دهانه یک افلی گرفتیم. خواستم اونو توضیح میدین زحمت. پوند بله پوند و دیپیشو از دهانه یک افل گرفتیم. کجای پوند؟ آخر توضیحاتتون بود. زحمت چه تایمی چارتشو بیایید. بود؟ فکر کنم 1 ساعته بود، همون 1 ساعته بود. اینجا بود. جانم والا کادرم کشیده چون بودیم، مثل پاک کردیم. آره
چون من داشتم اینجا رو توضیح میدادم پوند، گفتم این ور چون اومده سیمتری کامل کرده، اینم پاز داخلیه که اف الا رو داره، این ور سیمتری رو. چون که شما افل رو گرفتین از شکست یک سطحی به قولی، ولی دیپیشو از دهانه همون افل قبلی گرفتین. نمیدونم حالا. آها فهمیدم. بله دیپی رو از دهانه در میاریم دیگه. ببین اینجا وقتی یه سطحی داریم صحبت از این شد که اینجا من یه پازی دارم، درسته؟ این پازمه. خب این پازه خودش یه دونه دیپی داره و یه دونه دهانه داره، دهانه اینجا، درسته؟ و این اگه از این گلف بیاد دیگه من با این دهانه کاری ندارم که قیمت داره از این گلف میاد. خب بعد که قیمت داره میره بالا در این مسیر، حالا میخوره داخل دیپی، درسته؟ در برگشتش که میاد این دهانه اینجا من دیپی ازش میخوام، چون دیگه باید این به چه دیپی شرطی از دهانه شما دیپی میخواین؟ 2 تا شرط داره. خب یکی این که اینجا داخل دیپی خودش، دیپی دهانه اینجا اف او بشه، 2 اینکه داخل دیپی خودش اینگالف بشه. در هر دو شرایط اینجا من از این دهانه استفاده میکنم که ازش دیپی در بیارم، ولی قبل از رسیدن به دیپی خودش کاری به این ندارم، چون ممکنه روی همین سطح صحبت شد این سکرت اتفاق بیفته و این دهانه دیگه کار نکنه که دیپی که دارم، بعد اینجا دیدگاه این گلف بگیرم ازش، بگم خب این دیپیش این گلف شده باید برگرده به اینجا و برمیگرده، حالا یه ریتریسی میده دوباره میره بالا. چون که سخته استاد، واقعا آدم توی چارت گم میشه اصلا. موقعی حالا تایم فریما فکر کنم فرق میکنه، دهانه مثلا توی یه تایمی شاید یه لحظه این پازشو میتونی اینجا پیدا کنی، درسته؟ اینو بلدی پیدا کنی؟ یکی هم میخواستم بپرسم که میخواستم یعنی ازتون بخوام روی یه لگ چند تا پاز برامون رسم کنید، در بیارید. باشد. اگه بتونی یه همچین ناحیه رو ببینید داخل چارت، پس یه دونه افتیار داره، یه دونه دیپی داره. این افتیاره رو کاریش ندارم تا موقعی که دیپیش یه کاری انجام بده. حالا دیپیش اگه اینگالف شد در یه همچین شرایطی، حالا من با دیپی این وارد میشم، اگه اف او شد دوباره از این دیپی میگیرم برای سواب، ازش میگیرم برای دیپی این. استاد یعنی ببخشید همینجا من استاد یه شرمنده اینجا یه سوال دارم. دیگه هم داشتم. تکمیل سیمتری فقط با برگشتن به دیپی تکمیل میشه یا اینر هم برداری میگیم تکمیل سیمتری شده؟ نه فقط با دیپی. مگه اینکه در شرایطی که گفته شد، مگه اینکه قیمت وارد پاز جدیدی شده باشه و بیاد اینر یک کینگ که اینجا افتاده، یه دونه اینجا، یه دونه اینر اینجا افتاده، بعد قیمت رفته و اینجا حرکت کرد و اینجا قیمت وارد یه پاز جدید شده، حواسمون نیست که اجرای این اینجاست، اجراش. خب فقط از چپ حواسمون نیست که این وارد یه پازی شده از چپ، یه همچین پازی از چپ داریم و دیپی این پازه اینجاست که این گلف شده، دیپیش اینجاست، این گلف شده، پس وارد یه پاز جدید شده، پس اینجا قیمت که داره میاد بالا با اینر این داره میره، آره الان سیمتری کامل شده. چرا؟ چون جا درست اینه، درست اینره ولی جا درست این افتاده، پس خود اینره تبدیل به دیپی شده. پس میگیم اینجا سیمتری تکمیل شده. بله اینجا سیمتری تکمیل شده در یه همچین شرایطی. ممنون استاد، دستتون در نکنه واقعا. خواهش میکنم. قربونت.
استاد اگه این گلف دی پی به ما سکرت نده ولی بره اف او کنه بالا، در برگشتش انتظار او آر به او آر هم میشه داشت، مگه نه؟ اگه ناحیه سکرتش سالم باشه بله ریتریس عمیق معمولا میده، ولی اگه رفته باشه بعضی وقتا از ناحیه سکرت با سی پی رفته یه جا مصرف شده دیگه زیاد ریتریسی نمیده. یعنی یه جا که این گلف میشه اینور یه چیز سالمی داریم که سکرت نداده و مستقیم این اورجینه سفارش داره. معمولا وقتی اینو این گلف میکنه یه همچین حالتی اتفاق میافته. ولی این خودش اگه سکرت هم نده ولی مصرف شده باشه، اینا با سی پی رفته باشه، اینجا یه ریتریس کوچیکی داره، بعد اینجا دیگه زیاد ریتریس یه نداره. شارت میشه. آره اینجا ممکنه فقط با این گلف اینجا یه ریتریس یه همچین چیزی باشه به این صورت ده. امید جان شما بفرمایید. سلام استاد، خسته نباشید. سلام قربونت، سلامت باشی. ایودی رو یه لحظه میاری لطفا. جانم. تایم 4 ساعته رو لطفا بیاری. چهار 4 ساعته. بله. یه لحظه وایسی من کجا بود. اینجا دارم یک این که ریختم پایین، این یکی نه. اینجا بذاریم این قسمت کجا کجا؟ بسید الان میگم بهتون. این قسمت رو اینجا انگار شما اینجا یه دونه گره شکسته، حاصل شکست این بوده، درسته؟ روتیت من هست؟ صدا ندارم اگر. خب بله درسته، اینجا یه حاصل شکستی اینجا داریم. خب بعد اون روز همین سوال ازتون پرسیدم گفتین نمیدونم کجاست، الان اینجا حاصل شکست اینه، درسته؟ بله درست. بعد شما اومدین دی پیشو از این بالا در آوردین گفتین اینجا انگلف شده که مجبور درست کرده. من دی پیشو نفهمیدم چطوری به دست آوردین شما. دی پی کدومو؟ اینو؟ بله دی پی اینو بالا به دست آوردین، متوجه نشدم. درست. از ببینیم دی پیش کجاست. این که بالاتر نزده. درسته. این حقیقتش من اینو گرفتم دیگه، این باید درست باشه. چرا؟ چون این چه چیزی رو اینگولف کرده؟ این دی پی دیگه، درسته؟ بله. خب این فعلا دی پیه. دی پی اف الش کجاست؟ اینه، برنگشته به دی پیش. حالا کاری ندارم ها، این بر مقیاسش کلا همه چیزش فرق میکنه. چرا این اف الشه؟ به خاطر این اینگولف ریتریس هایی که اینجا انجام شده، برای همون رفتم دی پی اونجا. به خاطر اون، یعنی گره اصلیش این یکی بوده. آره به خاطر اون بوده، وگرنه همین جوری هم میرفتی جور در میومد ها، فرقی نداره. مثلا میگفتی خب یه دونه اف ال دارم این باشه، این اف المه، این ور اینو بدم جلو، سیمیتری کامل کرده، فقط ته این گلف رو نمیفهمیدیم. میگفتی خب این ور دیگه دی پی رو زد، همه چیز رو زد دیگه مال اینو، پس بیاد سیمیتری کامل کنه که اینجا کامل کرده و رفت. من فکر کردم بعد شما اینر اینجا رو دادین رفتین گفتین این گلف شده.
یکی افتاده اینرش با این افلی که اینجا بوده. پس یه جا اصلش این افتاده. پشت بود. بله اصلش پشت بوده ولی یه جا میفته دیگه. استاد یه سوال دیگه، من میتونم یه شماتیک بکشم اینجا خالی کنیم بزنم تصفیه میکنم. جانم بفرمایید. انگار شما فرمودین که آقا یه سطح اینجا هست میاد من اصلا اینجا نمیکشم اینجوری، اینم اینجا درسته؟ خب شما با استفاده از این گره درسته؟ میاین FL و TP رو مشخص میکنید درسته؟ بله بله خب میگین که اگر این DP اینگولف شد برگرده جای درسته اینو بردار میشه DP مقابلش و بعد ادامه ریزش. قبول؟ بله به شرط اینکه این افل نباشه این افل باشه، آره چون ممکنه این خودش افل باشه. متوجه میشم میگین اگر برگشته باشه جای درستش خودش FL میاد برمی‌داره. بعد این از این که میزنه بعد میریزه. میخواستم اینو بگم شما یک گره این پشت دارین این قرمز رو که باهاش میایین FL شو و DP شو به دست میارین درسته؟ درسته ولی پشت تو سعودی کشیدی، باید اینجوری میکشیدی. این درست. آره حق با شماست. میخواستم بگم که این DP بالا میخواد خودش رو به DP پایین تر برسونه درسته؟ درست. با استفاده از گره های این پشت نمیتونیم ما باز همین کاری که واسه این بالا کردیم واسه اینجا کردیم چرا و همون کارو میکنه. که باز بیایم این DP رو DP بعدیش رو پیدا کنیم. آره این الان همین کارو میکنیم اینجا، چون یه پاز داریم تا پاز اینجا که یه DP. از وقتا این پاز اینجا با پاز اینجا رو مثلا به دست آوردنش با هم سخته. باز از این پشت میتونیم اینا رو به هم وصلش کنیم. بله دوباره میریم پشت دیگه. شاید اصلا این وجود نداشته باشه، پشت یه چیز باشه، اینجا شارپ باشه، اینجا شارپ باشه، ولی در این مسیری که رفته بالا داره. پس اینم اگه خودش یه پازیه که سیمیتری کامل کرده، این ور حتی هیچی نداریم، شارپه، میبینیم قیمت از اینجا برمیگرده. درسته. پس الان مثلا DP این پاس انگار این سطح اینجا شکسته درسته؟ من دارم درست میگم یا نه؟ این سطح به خاطر شکست این گره به خاطر شکست این درست شده. پس DP این پایینش با DP این بالا با هم مقیاس میشن باز. آفرین، چون یه همچین چیزی میخوام دیگه ولی انجام نشده این ور. چون انجام نشده باید حواسم به چپ باشه که یه همچین چیزی نباشه از اینجا بخواد برگرد. نه حالا شماتیک بار دارم میگم ولی خب تو مثال اگه یک مثال بزنی ممنون میشم. یه سوال دیگه هم دارم به غیر از همین. اگه شماتیک گفتم اگه تونست یک مثال عملی اگه پیدا کنید الان بگید ممنون. باشه یه مثال بریم ببینم یه مثالی پیدا کنیم. من فکر کنم همینجا الان این فلگ لیمیتی که اینجا به دست آورده از اینجا تا اینجا ریخته. با مثال خودمون آره مثلا اینجا ببین سیمیتری کامل کرده، اینو رفته درسته؟ بله. ولی این ورم داره، این ورم داره، چون یه دونه پاز اینجا داریم دوباره یه دونه پاز، ولی این ورم داریم. پس اینجا مسیر مشخص بوده. میگم این لگو نداشته باشیم هیچ، فقط اینو داشته باشیم. یه همچین مثالی میخوام.
آره اینجا همونه. اینجا میبینی این سیمتری رو کامل کرده، درسته؟ بله بله. اینجا چیز خاصی نداریم تو این لگ، ولی پشت داریم. این برگشته به خاطر اون بوده. خب این الان پشته چون الان اینجا این که مال این بچه بوده، مال اینجا بوده، درسته؟ حالا این خودش، حالا نمیدونم سواب چی بوده، الان این خود گره اینجا سواب چی بوده؟ سواپ اینجا بوده. یه اینجوری در نظر بگیر، این رفته مثلا سیمتری کامل کرده، درسته؟ این هم اجراش. دی پیشو برداشته، آره این باشه. پس آره، الان DP دیگه اینه. الان دی پی ما اینه، درسته؟ این دی پیه، این هم دی پیه. بله این دی پی رو برداشته، اینجا اومده زیر دی پی خورده، این گفت کرده، سیمتری کامل کرده. این اومده اجرا رو برداشته چون وارد پاز جدید نشده هنوز، ولی این ور دیگه اومد وارد پاز جدید شد. پس وقتی زیر این خورد وارد پاز جدید شد، از این سواب میگیریم، از این سواب میگیریم، دوباره میریم این کینکه. حالا همون دی پیه، یادتونه دیگه این حرف گفتم ماهیتشون عوض میشه، دی پی تبدیل به اف ال میشه. بله. حالا اینجا همین دی پی تبدیل به اف ال شده و یه جا درست اینجا داره که دی پیش این بوده، اینم اومده برخورد به دی پیه. استاد ببخشید من یه سوال همینجا بپرسم. جانم. شما فرمودید که زمانی که این گلف داشته باشیم و سکرت روش نداشته باشیم، زمانی که اف او کنه این سکرت جاش فرش مونده، درسته؟ این جاش فرش مونده، آفرین. بله. همینه. بعد از حالا اینکه بریم. اینجا همچین چیزی بشه اوار بوار میکنیم، درسته؟ بله، یعنی یه ریتریس عمیق میده. حالا همین این گلف رو اینجا بریم ببینیم چه چیزی این گلف شده، دیپیم کجا بوده. پازشو میبینید، دیپی این بوده، این ور میبینید این کینکر رو، دیپیش این بله. بوده دیگه. آره چون ردش کرده، حالا یه آرسی همینجا باشه. ببین اینجا واکنششو، اینجا حالا نمیبرم اینو، ولی یه چیز اینجا هست دیگه، این همون جای سکرتش بوده، چون قبلا سکرت نداده. اینجا یه ریتریس بلندی چون جاش فرش. آخه ما انتظار ولی داشتیم دیگه مثلا یه همچین کاری بکنه استاد. شما گفتید که مقیاس رو از بین میبره، ولی قشنگ با مقیاس خودش کار کرده، باز خودش جواب داده. آره پاز خودش جواب داده، مشکلی نیست. اینو هنوز نرسیدیم که مقیاسش کجاست، اینو بعداً بهش میرسیم که دیگه میریم اینجا پازش رو در میاریم و میرسیم به این. وقتی رسیدیم این خط انداختیم، میفهمیم که اینجاست، بالا نیست. پس همین درست، این کینکه قرار جا درستش کار کنه، بالاتر نیست. ممکنه این اینجوری بیاد بالا، ممکنه خودش کار کنه، ولی تا موقعی که داخل پازه معمولاً اگه پشتش خالی نباشه، اینجوری سیمتری کامل کرده باشه، قشنگ ببین اینجا همه چیز درست کار کرده، اینجوری باشه معمولاً کار میکنه. فقط میریم از چپ مقیاسش هم در میاریم. من میپرسم سوال بعدی رو. جانم. آقای الان سوالی که من داشتم میپرسم اینه که شما گفتین که اصلا تکون ندیم، گفتین این گره با این گره یکیه، درسته؟ هم مقیاسه. درست. بعد انگار داخل اینجا اگه دقت کنین اینجا یک بخشید یه گره اینجا هست که لیدی پی هم داره. حالا من خود اینجا هم
دوباره بخوام بگیرم، دوباره اینجا هم یه گرهی هست که دوباره اینجا هم یک گره شکست داره. درسته که الان دی پی اینجا رد شده، چرا باید تو اون بالا برسه؟ این سوال اولمه. بعد سوال بعدی که تو شماتیک پرسیدم، انگار گفتم که اومد دی پی این بالا رو برداشت، بعد خودش رو تا دی پی این پایین رسوند مثلا. خب اولین تارگتش. درسته. مثلا میگم از این پشت و این پشت با یه چیزی هست که این دوتا رو به هم وصل بکنه که بگم آقا فلگ بعدی این میشه این. بله یه چیزایی هست که از پشت بعدن میرسیم بهش. یه چیزایی پشت هست که معمولا مقیاس رو با اون در میاریم که کدوم فعل درسته روش قرار سیمتری کامل بشه. پس اون جلوتر میرسیم که بعد از اینجا مثلا قرار به اینجا برسیم. چون الان فلگ بعدی پیدا کردن، چون مثلا الان همینجا اگه من اشتباه هم کرده باشم دی پی اینجا رد شده، بذار من پاک کنم دوباره پیش. الان مثلا بخوام اشتباه هم کرده باشیم، آقا اینجا فلگ لیمیتی بوده که حاصل شکست این بوده. میاد الان تایتان یا نه؟ خب بله بله. حالا اینجا دی پیش بوده، از فازم خارج نشده. من انتظار دارم از اینجا برگرده بالا، از اینجا بیاد بریزه. یهویی از اینجا، من که انتظارشم از اینجا برگرده بالا بریزه، من فکر می‌کنم جا گذاشته اینجا هست. بعد از این میاد، از این پایین میاد تا این بالا. اینا رو چیکار کنیم؟ همین این اینر پاز بعدیه، این اصلا این واسه اینر پاز بعدیه که مثلا اگه از هیچ جا نیومدیم بخونیم به این اینره دوباره بریزیم. اشتباه میکنیم. خب هنوز خارج نشد میگه خودش. حالا من استاد اشتباه میکنم، اینجا گرهی نیست که مثلا نه حاصل نه داره درست میگه، فقط به شرط اینکه نه حرفش درسته، فقط به شرط اینکه یه سواب بگیری، چون همینجوری گره و قبول نکنی. من یه سواب میگیرم از اینجا، خب بعد میام میبینم که گره اینه، این چیزی نیست، این فقط هولدش بوده که پایین ترین لو مصب کرده، پس از این دیگه دیپی نمیگیرم برم این. ببخشید یه مایک بازه که من باز مایک استاد چیزه، بچه سرگرده. آها. نه بسته الان بسته بازش کرده الان. خب اینجا اگه سواب بندازیم، این کینکه چیزی نیست که ازش بخوام یه دیپی در بیارم. این ریسه به خاطر چیز بوده، همون قضیه سکرت که اینجا سکرت نداده بوده، سکرت نداده. آره بعد اومده یه جا من دارم دیگه تو این مسیر اینا رو چیزی ندارم، چون حاصل شکست نیستن. حتی اینم اگه بخوام بگیرم، قبلش باید این یه چیزی باشه که بخوام ازش بگیرم سواب. این خودش پایین ترین لو رو که زده روی این بشه این فعله اینره. بوده. آره پس باید از همین من سواب بگیرم. من بازارشون می‌دونم که ولی پوند اومد همینجاشو زد. خودتون جلسه قبلی گفتید و پوند اومده بود همینجاشو زد، بعد از اینجاش برگشت و ریخت کلا کفم زد. ولی خب این چیز دیگه بود، پوند؟ پوند بود فکر کنم دیگه. آره اگه یادتون باشه، چون شاید قضیهش فرق کنه. این اگه FL نباشه کاریش ندارم، حتما FL بوده که این اتفاق افتاده. نمیدونی کجاست؟ کجای پونده؟ جلو ملاها بود فکر کنم. چون اینجا مثلا ببین، من اگه شکست نداشته باشم، مخصوصا توی پیوتا، حالا اینجا چون شکست دارم اینه دیگه، کاری ندارم این کین که برم ازش دیپی در بیارم حاصل شکست اینو. مثلا بگم خب یه دیپی هم اینجا من دارم، دیپیش اینجاست، بعد بیام ازش سواب بگیرم، یه همچین چیزی من مد نظرم باشه. اینو ندارم، این باید FL باشه. حالا چون این FLه، حاصل شکسته و این اتفاق افتاده، اینجاش هم که یه دیپی در بیاری، اینم
سیمتری کامل کرده رفته. خیلی جاها این اجراها خودشون فعل میشن، یعنی اولیه فعل نیست، اونی که اجرا برداشته فعل میشه. اونم بستگی داره دیگه توی چارت. از اینر بلند شده باشیم یا از چی بلند شده باشیم؟ از دی پی بلند شده باشیم. اجرای دی پی دیگه، اجرای اینر نه. بستگی داره قضیه همون فرق که میکنه اول داخل چارت. ببین یه جا که رو از سی بیارید پی بگید شروع. اینجا. نه استاد، بچه‌ها فکر کنم اینو میگن، مثلا اون سی پی از کجا شروع شده باشه. سی پی اگه از اینر شروع شده باشه فرق داره این با اینکه سی پی از دی پی شروع شده باشه. اگه همچین چیزی میگید الان و رفتی از چپ خطتو انداختی، این بستگی داره با مقیاس. ممکنه کینکت در این صورت درسته حاصل شکستت اینه، ولی کلا سی پی رفته این بشه. دقیقا منظورم همینه. میبینی این تکمیل سیمتری کرده، این دی پی اتفاق اینجا اینگلف شده، بعد انتظار داری اف او مثلا اینجاها باشه، اف او میاد اینجا. بله دیگه، قضیه فرق میکنه. گفتم باید مثلا داخل چارت بعضی جاش فرق میکنه، باید این بفهمیم که مقیاس در میاد. هم مقیاسه، هم این که آره یه جورایی. نه استاد، بازم همون میشه که من گفتم دیگه. میشه اگه از اینر بلند شده باشه سی پی، موقعی که دی پی پایین این گلفشه میاد رو دی پی بالا میشینه، ادامه حرکت میشه، کل این سی پی رد میشه. ولی اگه از دی پی بلند شده باشه سی پی از دی پی بلند شده باشه، از اون همون آرس بالا بلند شده باشه، دوباره میاد به همون آرس بالا میرسه، یه اجرا میده، بعد میریزه. ما 3 تا سی پی داشته باشیم آقای فرهادی، از کجا میدونی اولیش کار میکنه، وسطیش کار میکنه یا انداف سی پی کار میکنه؟ اولین سی پی رو باید ببینم از کجا شروع شده. من همیشه به این نگاه میکنم که اولین سی پی من از کجا شروع شده، از اینر شروع شده یا از دی پی شروع شده. اینو سوی رو نگاه کنی، سوی هم همینطوری شده. سوی از اینر شروع شده، سی پیش از اینر شروع شده. معمولا برای اینکه کارتون راحت تر بشه، قبل از اینکه به مقیاسم برسیم، اگه یه همچین چیزایی دیدید، مثلا من حاصل شکستم این باشه، حاصل شکستم اینه، حالا ببونم کدوم یک از این کینک هاست، یه نگاه به فیلیپ بندازیم. الان وقتی چپو میبینم بله خودش درست، چون معمولا کل چارت داره فیلیپ میشه، پس همین کینک درسته. یه جا درست داره که استاد نت قطع شد، میشه یه بار دیگه بگی؟ میگم وقتی از این میخوام سواب بگیرم، از اینجا خب یه نگاه بندازید ببینید ناحیه فیلیپتون درسته. الان وقتی چپو میبینم بله ناحیه فیلیپ هم کاملا درست از این ور، پس همین کینکه درسته. اگه سی پی هم رفته، پس همین کینکه یه جا درست که هلوش اینجا داشته باشه اینه که این ور اومده روی دیپیش نشسته و پایین ترین رو زده. این دیپیش بوده، اینه دیگه. اینجا برگشتش بگیم. ولی یه جا من دارم، چی بود؟ این زدی بود فکر کنم. این زدی زیاد سی پی میزنه. داشت بود یادم نیست. یادم نیست کجا بود.
پیداش کن. خب دوستان سوالی هست؟ اگه سوالی هست آره استاد، من سوال دارم. جانم. شما گفتین که بعضی از فلگ لیمیت ها به دیپیش برمیگرده، بعضی به دیپیش بر نمیگرده. درست. ما فکر میکنیم که بالا هستیم، داریم ترید میکنیم، دیپی رو اینگولف میکنه، به بالا نمیرسه. ما چیکار باید بکنیم؟ مثلا از کجا باید بفهمیم که قرار برسه، قرار نیست برسه به دیپی مقابلش؟ از یه ساختار بزرگتر. و درس الان یا درس جلوتر؟ نه، سوال خوبی بود. مثلا اینجا من یه فعلی دارم، درسته؟ یه همچین چیزی در مسیر اینور اینگولف شد، ببخشید اف او شده، اف او شده، قیمت داره میاد پایین، درسته؟ بله. اینجا قیمت با اینر حرکت میکنه کلا. نه صبر کن، من اینجوری توضیح بدم که راحت تر. یه ساختار بزرگتر اینجا دارم، پیش اینه، بازش اینه، و از یه جایی برمیگرده میخوره داخل دیپی، میاد اینور، سیمیتری کامل شد، یه دونه دیپی اینجا داره. درست. این دیپیه، خب در این مسیری که میرفت بالا هم یه دونه دیپی داره دیگه، درسته؟ این دیپیه اینگولف میشه اینجا. چرا بر نمیگرده به فلش؟ اینجا بر نمیگرده. اگه ساختارت اینه ها، ساختار بزرگتر رو ببین. حالا من اینو اینجوری بکشم یه ذره. دیپی من اینگولف کرده، دیپی بالا افو کرده، داره میرسه، باز داخل پازیم الان. متوجه شدم. آره مثلا یه همچین چیزی هست. خب اینجا یه دونه دیپی داشتیم که اومده اینگولفش کرده، درسته؟ ولی حاصل شکستش یه دونه فعله که بر نمیگرده بهش. از این مسیر که داره میاد بالاتر، حالا چه اینو بزنه چه فقط اجراشو بخواد اینگولف کنه، در این مسیر میاد کامل میکنه سیمیتری. آره بعدن بهش میرسیم اینو این که همون سواله بود 2 جلسه قبل من پرسیده. آره اینه. الان فهمیدم. اصلا یه اسکرین شات بگیر. میشه که اینطور نیست یا هست؟ اگه بالای فوق باشه. نه خب میفهمیم بعدن اصلا میشه دیگه. پاک نکنید. جان سوال آقا حمید این بودش که از کجا بدونیم از اینجا زدیم بیرون، خب نمیخوایم مستقیم بریم دی پی برداریم، میایم اینر برمیداریم، تکمیل سیمتری نمیکنیم. نه سوال هم چیزی که از استاد پرسیدم، اصلا پایین هم این پایین اینه که برداشته، اینو برداشته، اینجا درست انجام شده، ولی خب دقیقاً همینجا دوباره این سر شکسته فعل درست کرده، اینجا دیپ پیشه، ما میخوایم اینجا اینگولف شه. برگرده به این ولی بر نمیگرده. آره تو استاد گفت اگر اف او بود، ولی خب تو پوند اینجا با اینکه اف او هم بود ولی همه فلگ لیمیتو برگشت بهش و ریخت. خب چه بهتر، برگشت که میگیریم، برنگشت میفهمیم که در آینده این اتفاق میفته. حتی من اینو افل دارین دیگه، درسته؟ این ور سیمیتری کامل کرده، درسته؟ بله.
حتی این اتفاق هم بیفته باز این اتفاق میفته، یعنی اینجا درسته کار نمیکنه. چند بار اینو گفتم که ملکه ذهنتون باشه در مورد مقیاس در صحبت میکنیم، یعنی حتی با این گلف اینجا هم شرایطهایی هست که بر میگرده این سیمیتری رو کامل میکنه، شرایطهایی هست که بر نمیگرده میاد اینجا، چون دوباره اینو با این میخوام دیگه، یه باکس اینجا یه باکس اینجا. حالا این بمونه، جلسه آخرم که مقیاس رو رفتیم اینا رو استاد بخشید، ولی من برعکس اینم دیدم یعنی اومده اینجا اینو اینگولف کرده، این پایین رو اینگولف کرده، بعد رسیده به اینجا سکرت رو داده، بعد نشسته روی سکرتش، رفته تیپ به دیپی اینجا خورده، یه راست ریخته. درست. من برعکس اینم دیدم. درسته، دقیقا متوجه نشدم چی بود، ولی حالا میذارمش واسه میذارمش چون باش. تیشو داره. باش. خب دوستان چند اینه. جلسه داریم تقریبا؟ اصلا یه سوال زمان برم جلسه اگر وقت داری. پرسش و چی رو؟ تقریبا یه دونه جلسه هم مونده که در مورد مقیاس صحبت میکنیم. حالا جلسات پرسش و پاسخ که هستن، بعد میریم دیگه پرسش و پاسخ و اینا، رفع اشکال و اینا. فقط یه جلسه جنبندی هم مونده که بعدا کلا پازلا رو کنار هم بذاریم، این جنبندی هم که با همون تریدینگ پلنمون هم بذاریم که کجا رو قرار ما ترید کنیم، این هم صحبت بشه دیگه. تقریبا آخراشه دیگه، چیزی نمونده. فقط بستگی به این داره که واقعا تمرین کنید و چیزایی که گفته میشه، اگه یه مبحث رو جا بمونید، بقیه مبحث ها هم دیگه فکر نکنم سودمند باشه براتون، چون اصلا باید بکتش هم همه میگیریم؟ ویدیوها رو هم خیلی دیر میذارید دیگه، وقتی برای تمرین نمیمونه. اگه اونا رو هم زودتر بذارید ممنون میشم. آره این ویدیوها جلسه آخر که چون خود محمدم نبودن، یه شهر دیگه بودن دیگه، یه سفر بودن، دیر شد، وگرنه یه روز تقریبا، چون باید بیاد از من بگیره بعدا آپلود کنه. یکم هم سخته آپلودش، تا چون 2 بار باید بذاره که آپلود بشه و اینا روی اسپات پلیر، ولی یه روز طول میکشه دیگه. مشکلی نیست اگه فرصت هست، اگه واقعا میخواید تمرین کنی فرصت خیلی زیاده، سالها هست، سالها برای تمرین، سالها میتونید تمرین کنید. استاد فرصت سالها هست، شما نیستید. نه منم هستم، چرا نیستم. یعنی جواب اصلا میدید بعد دوره هم بازم کلاس بذاریم واسه اونا. انشالله انشالله حتما. اصلا یورو رو میشه بیارین تایم بالا دیلی؟ من ببندم اگه سوالی خاصی ندارید. یه سوال سوالش دارم، اگه هست. یه لحظه پوند رو بیارید، حالا شاید واسه بقیه هم مفید باشه که تو فیلم باشه. باش پس این پوند جانم. دوستو تایم 4 ساعته 4 ساعته، این 4 ساعتش همین کlik این. اینجا. بله، اگه اونجا لطف کنید پیه گیری رو مشخص کنید، من ممنون میشم. خب اینجا چیکار کنیم؟ این سیت که افا کرده کجا پی ای داده، شما بتونید تو برگشتاش وارد بشین. پی ای رو از اینجا نمیگیریم، از داخل این لینک. اون نمیدونم چیه، اون که نه، ولی ببین بهترین پیه این بوده که از این برم، چون این حاصل شکست. یه دونه فعل اینجا دارم، پس اینجا ببین این فعلم اینجاست، یه دونه دی پی باید ازش در بیارم که کجا باشه. حالا یه لحظه سطح همو نگاه کنم ببینم اینه یا پایینیه. دی پیش کجاست؟ باز اینه، دی پیش اینه، سواب، آره همونه، مشکلی نداره.
اینجا کاری ندارم دیگه، اف او شده، پازمون این شده. درسته؟ این میبینم که روی این پاز نشسته، سیمیتری کامل کرده. خب پس دیپی این اینجا رفته دیگه، درسته؟ پس زیر این یه پیپم بخوره جا درسته، اینو میریم داخل، پس این میشه پی ای، همون این گلف مخالفش. پس اینجا اومد زیرش خورد، این ورم اومد سیمیتری کامل کرد دیگه، سیمیتری اینجا پی ای داده. بهترین جا برای ورود اگه نتونستیم روی این دی پی سوار بشیم، اینجا اینو پیدا نکردیم، نتونستیم، یا هر اتفاقی که اینجا افتاده، میتونستیم با این گلف اینجا برسیم به دی پی واضح اینجا، که این خیلی استاد لطفاً. اینا چی ممنون. هست؟ اینا میتونیم بگیریم؟ ممکنه، ولی اگه به شرط اینکه مطمئن باشی از اف او اینجا که یه بالاتر نمیزنه. این اف او شد. الان این لو اینر اینو اینگولف کرده. اینجا یه دی پی اگه نه. اینجا باشه، این ببینیم به چی خورده. خب اینم درسته، آره میشه مثلا همین. خب بریم اینجا، پس دی پیش یه چیزی هلوش اینجا بوده. خب پس باید فهمیدید دیگه اینو. اینجا اگه یه دی پی باشه، یه جا درست اینجا باشه دی پیش، که دی پیش این میافته. درسته؟ این میشه دی پی این. حالا ببینم خودش به دی پیش ریتریس داده یا نه. این میبینم که یه دونه کینگ دارم که ریتریس داده یا نه، سیمیتری کامل کرده، اینه یا بالاتریه. نه بالاییه، چون اینجا اومده یه اجرا ازش میخوام دیگه. دی پیش کجاست؟ این که نیست، این اینره، این دی پیش. پس این خطه درسته، اینم فقط باید ببریم که بریم تایم پایین. ببینیم M1 داره. آره داره، یه چیزی داره. یک لینک اینجا هست، این برخوردشه. این ورم خوبه. خب اینجا آره میتونستیم مثلا اینو اگه با استاپ این میرفتیم تو، میتونم حالا اولین برگشتش این باشه، پس همین بهتره. ببینیم اگه اینو هانت نکرده باشه خوبه. زده ایم. اینو هانتش کرده. گفتم ممکنه این هانتش کنه، چون مقیاس اونور دیگه کینکاش به درد نمیخور. این بهتر بوده این، ولی این نه، این یه تیکه نه، چون این هم سکرت داره، خودش سکرت داره، بعد خیلی بهتره. این گلفت واضحه، چون دی پی که در آوردی قشنگ این اومده زیرش رو زده، این داخلی بوده. اینو اگه کاریش نداشتیم با این میرفتیم خیلی بهتر. ته این گلف نمیدونیم به کجا میخوره. تا این گلف ها رد شدن دی پی است. بعضی وقتا 1 پوینت میره، بعضی وقتا خیلی میره. این گلف رو که نمیخوایم، اف او رو میخوایم
زیاد درگیر این نشیم، چون اگه کل چیزایی که قرار یاد بگیریم با همون قاطیش کنیم کارمون سخت‌تر میشه دیگه، چون ما اف او میخوایم فقط دیپی رو میخوایم که بدیم جلو، قیمت بره ازش بزنه بیرون. حالا من طرف این گلف میخوام تریدی بزنم، اینور مثلا اینور اینجا این گلف کرده، این حالا کار درستی نیست، ولی دوباره مثلا من بیام اینر اینجا یه خط بندازم ببینم اینجا سیمتریش کامل شده یا نه. یه دیپی اینجا، پس اینجا سیمتری کامل شده، خطو بندازی هر جا این گرفتتش. این که این گلفه، پس این پشتش خورده این گلفه. یه جا درست میخوام، چون هنوز نرسیدیم روی سطح جلی. یه جا درست میخوام که اینجا باشه، یه دیپی اینجا بخوام در بیارم، اینم که سکرتش بوده، این ور برم تو خلاف جهت. قط حواسم باشه که حتی اگه اینجا رو ترید میکردم، این یه تیکه رو اینجاها باید خروج میکردم. چرا؟ چون ممکنه اینجا همون سطح جعلی است دیگه، این ممکنه روی این کینکه چون قرار هانت بشه یه سکرت بده، پس ممکن بود این اتفاق بیفته. برای همین دیگه از طرف این گلف نریم، حالا اینجوری، ولی اینو بیایم تو. ولی این راحت تر بوده دیگه، اینو توضیح دادم. اینکه اینجا دیپیش، اینجا دیپیش رفته، حاصل شکستش یک کینگ داره، یه جا درست، اینو میتونستیم بیایم تو. دوستان توی ویدیوهاتون، حالا توی ویدیو عمومی گذاشته بودین تیکه بود که می‌بینید اجرا برمی داشت، باز اجرای بعدی داشت، یک اجرای آخر که این گلف میشد، بعد میگفتیم پاز باز شده. ما رو تحدیث کردین یا نکردین؟ همون داستان سی پی دیگه، همون داستان سی پی، بله دیگه، باز میشه. باید حواستون باشه که